کمیته اولت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 12 سپتامبر سال 2022 برخی تفصیلات هنگام پرواز با پاراپلان در کوههای دره خرنگان نویه ورزو واقع در تقریباً 25 کیلومتری شمال شهر دوشنبه به هلاکت رسیدن بایکر و جوانگرد روس پاول چرنوف معروف به پاول ماتاووس نشر کرد. بنا به اطلاع کمیته روز 9 سپتامبر سال 2022 ساعت 11:20 به وقت محلی یک کارمند پایگاه حربی 201 روسیه در تاجیکستان به قسم نوبرداری کمیته اولت‌های فوق‌العاده زنگ زده خبر داده است که هنگام پرواز با پاراپلان در کوههای منطقه خرنگان نویه ورزو پاول چرنوف سال تولدش 1984 زاده و ساکن شهر سنت پترزبورگ روسیه سقوط کرده است. گروه نجات بخشان و طبیبان ریاست خدمات مخصوص جستجویی و نجات بخشی کمیته بلافاصله به جای حادثه رفته نجات بخشان برابر رسیدن به عملیات جستجویی و نجاتی پرداختند. معلوم شد که او هنگام پرواز امکان اداره پاراپلان را از دست داده است و جراحت‌های هلاکتبار برداشته در جای حادثه جان داده است. او در دستگاه پرواز کننده تنها بود. گفته می شود در اطلاعیه کمیته اولت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با اظهار همدردی به نزدیکان و پیوندان پاول چرنوف به همه دوستداران نوهای اکستریمالی ورزش خاطررسان کرده است که از حد اکثر احتیاط کار بگیرند و قاعده‌های بی‌خطری را قطعاً رعایت کنند. قبلا از پترزبورگ خبر رسیده بود که ناتالیا همسر پاول ماتاووس میخواد پول جمع آورده برای آوردن جسد به تاجیکستان برود. پاشا ماتاووس در بین بایکرهای پایتخت شمال روسیه یک شخص مشهور بود. پاشا ماتاووس به تجارت موتورسیکل‌ها مشغول بود و پاراپلانریسم یکی از نوع‌های ورزش‌های اکستریمالی بود که او دوست می‌داشت. او در تاجیکستان با یک سفر تجارتی آمده بود، ولی وقتی فهمید است که در اینجا امکان پرواز با پاراپلان وجود دارد دلش طاقت نکرده است و 2 روز پی هم 9 و 10 سپتامبر برای انجام پروازها از دوشنبه بیرون رفته است. پاشا ماتاووس همه پروازهای خود را با ویدیو کامرای در تجهیزات یا اکیپیروفکش نصب شده ثبت میکرد. او از جمله پرواز روز 9 سپتامبر انجام دادش در خرنگان را نه فقط ثبت کرد بلکه آن را درست کرده در حجم 16 دقیقه در کانالش در یوتیوب گذاشت. صبح 10 سپتامبر در خرنگان کامرای در تجهیزات پاول ماتاووس نصب شده لحظه پرواز آخرین او را هم ثبت کرده است، ولی مرگ به او دیگر مجال درست کردن و در اینترنت گذاشتن این ویدیو را نداد. این ثبت را بعد مرگ او همسر پاول ماتاووس در اختیار ژورنالیستان گذاشت.